توی دبی ممکن نیست شما پاسپورت امارات رو دریافت کنید. من امروز 3 روش بسیار مفید و عالی رو بهتون یاد میدم. سومی که از همه مهمتره، با پیش خرید یک ملک 2 میلیون درهمی و با پرداخت فقط 480,000 درهم اقامت 10 ساله و گلدن ویزای امارات رو دریافت کنید. دومی، با خرید ملک به ارزش 750,000 درهم میتونید اقامت 2 ساله کشور امارات رو دریافت کنید. و اولی، با خرید یک ملک به ارزش 2 میلیون درهم شما میتونید گلدن ویزای کشور امارات رو دریافت کنید. و در آخر، خرید ملک در دبی میتونه به دلایل مختلفی از جمله پتانسیل بالا، بازدهی سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و سیاسی، زیرساخت‌های پیشرفته و امکانات رفاهی جذاب باشه. اگه دوست دارید روش‌های آسون دیگه‌ای در مورد اقامت در دبی رو بدونید، کلمه دبی رو کامنت کنید.